محمد یه سوال بپرسم راستشو بهم میگی؟ به نظرت دقیقاً کی میشه یه پسر رو خیلی خیلی خوب شناخت؟ یه پسر رو بعد رابطه جنسی. یعنی چی؟ ببین یه پسر میتونه قبل رابطه منطقی ترین، درست ترین، با درک ترین، مذهبی ترین، حتی گاهن دیده شده فیلخرج ترین آدم زندگیت باشه، یا اصلا یه فرشته به تموم معنا. ولی بعد رابطه حالا یه بار، 2 بار، 3 بار ممکنه آدمی رو ببینی که انگار هیچ وقت نمیشناختیش. دقیقاً برعکس کلماتی که الان بهت گفتم. و یه دختر واسه فهمیدنش هزینه خیلی سنگینی میده. البته شاید الان تو این جامعه بگی بابا چیه دیگه، یه رابطه است، ولی نظر من خیلی سنگینه. مثل این میمونه 100 میلیون دارایی داشته باشی، بعد یه کاریو شروع کنی با 5 میلیارد، یه ریسک 5 میلیاردی. اگه نگیره چی میشه؟ هم کل دارایی تو از دست میدی، هم این که تا آخر عمرت باید بجنگی تا ضررش رو فراموش کنی. ولی قبلا اینطوری نبود. چون قبلا خیلی چیزای دیگه ای بود، مثل ترس از آبرو، مثل تحمل، مثل رحم، که الان دیگه نیست. این خیلی ترسناکه.